اولا سلام، بعدا درود به هر یکی شمایان. دوستان، درباره کبک به شما معلوماتی خواهیم داد. شاید این معلومات را شما هیچگاه نشنیده باشین. برای این بود خود گوش کنید. اگر که شنیده باشین به دیگران رسانید حتما. کبک این پرنده مشهور است. میجوزش گرم و خشک در درجه دوم می باشد، ولی بعضی ها این رو در گرمی و سردی معتدل دانستند. فکر اولش درست است. 133 خصلت های شفا بخش دارد. گوشت کبک لطیف ترین، سبک هضم ترین گوشت ها می باشد. غذایتش بسیار زود هضم و از خوردن آن خون سالم پیدا می شود. خوردن آن به فالج، کج شدن روی، بیماری سردی وابسته به معده و عضوهای درون سینه، دل، معده، جگر و به دیگر عضوهای درون شکم و سینه شفا می بخشد. استحصا و وابستگی درون را با ابرار می آورد، بحر را زیاد می گرداند و بدن را فربه می کند. چگونه که در بالا قید کردیم، گوشت کبک خشک می باشد. این معنای آن را دارد که فربه می کند لیکن روغن نمی دهد، یعنی بی روغن فربه می کند و همچنین زخم معده را زود شفا می بخشد انشاءالله. اگر شما خواهید که وزن گیرید، بزباله شوید، بی روغن داروهای علفی را به شما توصیه می دهیم. نه تنها بزباله می کند این گیاه، همچنین گردش خون را زیاد می کند، بی حرکتی را حس نمی کنید، مشت را یعنی مشک ها را با قوت می کند. برای ورزشکاران هم توصیه داده می شود. برای این گیاه علفی را به دست آوردن با رقم های روی اکران بده با تماس برای ایمو و واتساپ هم هستند. ولی خوردن این به آدمان گرم میجاز در روزهای گرمی هوا، اینچنین در مسکنهای گرم ضرر دارد. همچنین با شراب صاف بخورند به سردردی، به خورش یعنی الرژی می آورد. چرا از 5 گرم مغز سرش را با شراب بیاشامند برای علت زردپروین یعنی گپتی دو می باشد. 25 گرم جگرش را گرم فرو برند، سر را یعنی پریپاتکا را شفا می بخشد انشاءالله. خون آن را خشک ساخته به شیشه سفید مهین آس کرده به دراز مرچ برابر وزن گرفته به عسل سرشته در چشم کشند. گل چشم و قطر پلک چشم را دفع می کند. تخمش را با سرکه انسول پخته بخورند. برای درد شکم و دور نمودن دردهای روده دارو می باشد، ولی به سرکه پخته بخورند آواز را صاف و روشن می گرداند. اینچنین سلفه را دفع می کند. این بود کمی معلومات درباره کبک. شما در کامنتاری دوستان نویسید که درباره کدام موضوع ها میخواهید معلوماتی پرتر گیره و نواری آینده رو انتظار هستید. سربلندی، خانه آبادی، تنی صحت، ایمانی مستحکم با آره که شما خواهیم. دوستان فراموش نسازید در حق ما هم دعاگو باشید. ما هم انشالله که در حق شما دعاگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.